اسیرت من اسیر
لبان لعل صدف بندم دهان چون غنچه‌ای خندان چراغی چشم مهمورم خسب برگی کدام باغی وی ندارم چاره‌ای دیگر ترازو پر کنم از زر وزنت بر کشم دیلبر دوست برگی کدام باغی وی منم عبدالعزیز نامم مکن خار ای دلارامم زند دردی تو بر جانم کسد برگی کدام باغی زند دردی تو بر جانم کسد برگی کدام باغی اسیرت من اسیری چشم مستت من خرابت من خرابی چشم من خرابت من خرابی چشم جان واقعا هموطنان عزیز شش مقام موسیقی سنتی است و شنیدنش به انسان راحت میبخشد اگر فهم و درک این رویه صنعت را داشته باشه و اگر هنرمند خوب اجرا کند. ببینید من از سراییدن استاد ارجمند دوران گلمرادوف که یک ترانه خیلی زیبا را به رشته صنعتی مثلا شش مقام در آوردن همراه رامشگران و در آغاز برنامه سراییدن خیلی راحت گرفتم و گمان دارم که شما هم همین گونه هستید. آفرینتان با استاد ارجمند و درود و سلام و پیغام شامگاهی به همه شما بیننده های عزیزی تلویزیون سفینه. چون هر وقت دیگر برنامه فضا است، آشنا هستید به این برنامه زنده سرایی
و در برنامه این شومین عزیزان دل ما مهمان داریم. در پهلوی من نشستند ترانه نخستین را هنرمند خلقی تاجیکستان استاد دوران گلمرادوف سراییدند و در پهلوی من باز نشستند علوچه فرهنگ تاجیکستان پولاد دولتوف، همچنین هنرمندان و رامشگران انسامبل شش مقام شهر ترسونزاده که من همگی شما را خوش آمدید میگم با تلویزیونی سفینه. چند دفعه که به برنامه ما میوید صفا میورید و بیننده های ما را شاداب میگردونید با ترانه های دلنشین و موسیقی های خیلی زیبایتان. استاد نخست سلام و پیغامتان را به بیننده ها و به مخلصانتان برسانید. البته تمام تماشابینان من همین برنامه که خیلی که من حاضر تماشا دارن، ما تمام سلام خود را تمام مردم تاجیکستان به میرسانیم. من جشن بهار است، نوروزی هست همه جای. البته این یک تمام هنرمندا به یک کوشش هنر پیشروی هنرشون به کوشش میتید. سلام میگیم ما همه. سلامت باشند. تشکر. خب استاد نخست من میخوام یک کم قصه کنید در مورد آنه که شما شاگرد هنرمند البته خیلی سرشناس کشور برنای ساق هستین. بگوید که از استادتون چی آموختید در رویه صنعت شش مقام، عموما در راه هنر براتون چی توصیه ها میدادن؟ خیلی که ما از اول پیش آمدیم شش مقام نمیخواندیم، شش مقام سرایم نبودیم، یکی دستی برنامه ساق آمدیم اون کس. البته هر یک سخن همین سخن معلومات یک شش مقام میگفته اون کس که اینا یگون گویش نیست. مثال گپ یک خلا میگو دیگه این شش مقام کمترک تیز بوده است یا هر یک جمله همین مقام اون کس زنده میسراییدن، زنده تلفظ میکرد، سخنای زنده تلفظ میکردن. بسیار چیزای آموختیم. البته براتون چی میگفتن که راه هنر چگونه راه است، چیکار باید کرد؟ البته من نسل نورس هست، ما اگر خطا کنیم و یا خطا میکند. بله. البته خوشرویتر به خطا من این نسل نورس به رسانیدن بود. یکی نیت معلومه خدا ما که من مثال گپ خیلی حرکت کرده آمدیم که نسل نورس ویران نکنیم. ترانه نخستینه که اینجا سرایده دین خوب مصرها به قلم کی بستگی دارند و این چگونه آهنگ بندی شده است؟ در کدام رویه شش مقام آهنگ بندی شده است؟ این مقام دوگاه گرفته شدگی است، شعر عبدالعزیز کوهستانی. البته این هم استاد برنای ساق و یاد دادگی. من حتی حاضرم هایم یاد داده اومده استادیم نسل نورس با. بله. خب حال حاضر کجا فعالیت میکنید استاد؟ ما حاضر شهر ترسونزاده با یک من همین دسته که خیلی شیشت است نواخصادیان هنرمندی دارن، انسامبل شش مقام یا 20 سال زیاد می شود همونجا هنرمندی کردیم. بسیار خوب. خب در مورد شش مقام چی گفته میتونید؟ چگونه هنر است؟ شش مقام هنر هم هست، یک تاریخ هست، بله. ادبیات هست. انسان یک راهی توغری مثال گپ یگون غلط نه. همین خواندنش هم که خیلی که مثال گپ توغری هست، یگون جواب یگون غلط نیست. انسان یک حیات بمانند، یک تاریخ بمانند. بله بله. بسیار خوب. و گفتید که در انسامبل شش مقام فعالیت میکنیم، 20 سال شده است. خب چی ترانه ها آماده کرده در زمان ظرفیت 20 سال؟ کدام موضوع ها بیشتر تکیه میکنید؟ البته یک ساعت زیاد حاضر ما طولی همین 20 سال بعد تیارگری داریم، تیار هست بیش از 100 ترانه. البته یک جشنوی کلان کلان با من برآمد کردیم. نام سروده که حاضر میسرایید چی است این نام؟ فروغ صفت مهیر، غزل احمد جامع. بسیار خوب، مرحمت میسرایید.
که بر ساری جانانی من است. خنجری میجگان پیوسته بر جانی من است. خنجری میجگان پیوسته بر جانی من است. ناصحا بیهوده میگو یکی دلبر آرزو، من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است. من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است. گفتم این نازک بدن می آید از تو بوی موش. گفتم این نازک بدن می آید از تو بوی موش. گفت که مشک است این زلف پیچانی من است. گفت که مشک است این زلف پیچانی من است. گفتم این نازک بدن عاشق مکش کم ناز کن. گفت عاشق میکشد چند روز دورانی من است. گفتم این شیرین سخن برگردند ماری سیاه. گفت که مار است آن که گل پریشانی من است. احمدی جامی زیشقد سوختم مانند شب. احمدی جامی زیشقد سوختم مانند شب. گفت که شمع است این ماهی تابانی من است. گفت که شمع است این ماهی تابانی من است. صداتان هرگز خستگی را نبیند و باید گفت چشمقام یکی از دردانه‌های اساسی فرهنگ موسیقی ملت تاجیک به شمار می رود و همین است که سال 2000 با فرمان پرزیدنت محبوب کشور پیشوای معظم ملتمان
12 می همچون روز 6 مقام اعلام گردید و از همون سال اعتباراً علاقه ظرفیت 20 سال 22 سال است که روز 6 مقام با یک افتخار و یک تنتنه جشن آور استقبال گرفته می شود. همچنین باید ذکر نمود که همون زحمت های دائمی پیشروی فرهنگ پروری ما هست که پشتیبانی از فرهنگ و از صنعت ملت صاحب تمدن تاجیک میکنند و تشکر میگم به شما برای پیشنهاد ترانه‌تان. و اینک هم صحبت نوبتی ما هستن اکای صاحب احترام همون پولاد دولت. اکای پولاد شما کجا فعالیت میکنید؟ بانی مدنیت شهر ترزاده در شعبه فرهنگ. شعبه فرهنگ. بله بسیار خوب. علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان هم هستید. البته. بسیار خوب. در شهر ترسونزاده در انسمبل 6 مقام فعالیت میکنید؟ انسمبل 6 مقام شهر ترزاده به کار میکنه. آوازخوان شده کار میکنم. چند سال از اینجا فعالیت میکنید؟ قریب یک 20 سال 25 سال شد. حال حاضر چی ترانه رو میسرایید؟ یک دانم سرودی جان پسر گوتنی حسن هم سرود خوانده دادنی هستم. بسیار خوب. خوش آمدید به تلویزیون سفینه. آماده هستید که بسرایید؟ البته. مرحمت، صحنه در اختیار شما. سلامت باشید. جان پسر نخلی جوان بازی بی بوستان، میوه های شکرین دی از تو امیدم کلان، رس به قدری نورسی تا بر کمالاتت رسی، دان کی دوری نورسی توست دوری امتحان، رس به قدری نورسی تا بر کمالاتت رسی، دان کی دوری نورسی توست دوری امتحان. یک جوان شو بین خلق بالا کرده سر، با سر افراز پدر گوید چنین دارم پسر، خلق گوید جانگید هستی شود عمرت دراز، خاگیری زر شود رحمت بر استاد و پدر، خلق گوید جانگید هستی شود عمرت دراز، خاگیری زر شود رحمت بر استاد و پدر. دوست می دارد همه فرزندی با آداب را، می دهد بر چشم آن گوهری نایاب را، هم پدر راضی و هم استاد و هم خلق و وطن، ذکری نیکی باشد از او مجلسی احباب را، هم پدر راضی و هم استاد و هم خلق و وطن، ذکری نیکی باشد از او مجلسی احباب را. پیرها گرد جهان زندگی گردیدن، گرم و سردونه که بد را خوب هم سنجیدن، حرمتی پیران ما و از جوان بس مناز، دان که پیران نیز ایامی جوانی دیدن، حرمتی
رحمتی پیران ما از جوانی بس مناز آنکه پیرانی از ایامی جوانی دیدم استاد دوران گلمرادوف، در مورد اون میخواهم در انجام برنامه از شما پرسم که امروز توجه نسل جوان کشور به صنعت ششمقام چگونه است به نظر شما؟ جوانان بسیار توجه دارند، بسیار طلبه ها داریم، بسیار شاگردها هستند، بسیار شاگردهای من هم بسیار کنسرواتوری داخل شدگی تحصیل گرفته ایستاده است. با یک جوانانی که حالی تا مکتب خانه است خیلی هست، بسیار خیلی هست. بسیار خوب. و شما در انجام برنامه چی گفتنی هستید؟ از برنامه ما چی برداشت کردید؟ این برنامه برای شما پسند بود؟ البته این برنامه بسیار برنامه معقول است. ما با یک دو سه کرات میبیاییم و با آمدنی هستیم و طبعا ولی بسیار نیت های بسیار خوب هست. خوب است. تشکر. استاد، من بار دیگر شما را خوش آمدید میگم به تلویزیون سفینه. همه شما رو نیز سلامت باشید. تشکر که میایید با ما همکاری میکنید و برنامه ما رو رنگارنگ میکنید با ترانه ها و با موسیقی های زیبایتان. و بیننده های عزیز، اینجا ما آهسته آهسته رسیدیم به انجام برنامه این شامینه فضا و دیگر برنامه های تلویزیونی سفینه ادامه دارند. ما برای شما برای موفقیت آرزو میکنیم. شامتان بخیر، شبتان خوش. ترانه انجامی را حافظ خلقی تاجیکستان دوران گلمرادوف میسراید و یک جای میشنویم تا دیدار نوبتی. مرحمت. نگاهی گرم و ادا دل را با این جاسته یارم من یا کی زلفی کجون یا کی زلفی کجون چشمی سور مساین جاسته وای نگاهی گرم ادا just ای وای کرش مدیغ میجایم شهادت در طلبی دشتی کربلا اینجاست ای وای آی داده
اگر بهشتی میخندد فریب کس مخوری قدم زمایی کدم بیرون منی کجا اینجاست کتاب خانه ای عالم است ورق ورق جسته گفتم که مدعا اینجاست آی آی زکات حسن اگر میدهی برای رضا بیا کی زبون نیسا همچون من گدا اینجاست ای آی آی یارم